سلام به همگی، امیدوارم که سالم باشید. بریم سراغ فکتامون. مغز نمیتونه از چهرهایی که قبلا ندیده تصویر بسازه. پس اگر احیانا شما در خواب شخصی رو در واقع دیدید که ناآشنا هستش، بدونید که در دنیای واقعی حداقل 1 ثانیه رو دیدید. برخی از شرکت‌های تولید آدامس هستن در ژاپن که یک سری کاغذهایی رو میان داخل این جعبه قوطی آدامس میذارن، نه برای اینکه شما چیزی بنویسید درش، بلکه اگر در واقع جایی رفتید که دسترسی به سطح زباله داشتید، از اون کاغذها به عنوان سطح آشغال استفاده کنید. تصویرش هم ببینید. فکت بعدی: خنده به افزایش حافظه کمک می‌کنه و همیشه سعی کنید بخندید و شاد باشید. برای دانش آموزان بهترین در واقع چیز هستش برای اینکه بتونن نمرات بالاتری هم تازه بگیرن. و در نهایت به گفته روانشناسان، اگه میخواد بفهمید فرد لبخندش واقعیه، گوشه چشمش یه حالت چروک میفته و از حرف زدن با شما لذت ببره. در غیر این صورت